ایران خودرو در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد که ثبت‌نام کنندگان طرح فروش محصولات این شرکت باید مجدداً به سایت فروش ایران خودرو مراجعه و روش فروش خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند. در این اطلاعیه آمده است که افرادی که پیش از این در طرح فروش ایران خودرو ثبت‌نام کردند، با مراجعه به سایت e-Kausales.ir و انتخاب گزینه جزئیات سفارش شیوه تحویل خود را انتخاب کنند. ایران خودرو برای این طرح فروش دو شیوه فروش فوق‌العاده و پیش فروش در نظر گرفته است. این شرکت خودروسازی اعلام کرد که موعد تحویل محصولات عرضه شده در 6 ماهه دوم سال 1403 است. در روش فروش فوق‌العاده تحویل خودرو 90 روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد با شرکت ایران خودرو و در روش پیش فروش از 4 الی 6 ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد. این نخستین باری است که یک شرکت خودروساز پس از برگزاری طرح فروش اعلام می‌کند که روش فروش محصولات خود به چه شکل است و ثبت‌نام کنندگان آن باید روش تحویل خودروی خود را پس از ثبت‌نام انتخاب کنند. چه خودروهایی عرضه شدند، اما چه خودروهایی در طرح فروش ایران خودرو عرضه شدند. ایران خودرو در این طرح فروش محصولاتی همچون تارا اتوماتیک، تارا دستی، پژو 207 با موتور T5، پژو 207 با موتور T3، سورن پلاس، رانا پلاس، هایماس 5، هایماک 7، هایماک 7 و ریرا را عرضه کرد. این شرکت همچنین دو خودروی برقی لونا گولفاگ بستیون نهر را نیز عرضه کرد که البته متقاضیان جامانده این خودرو حتی بدون وکالتی کردن حساب‌هایشان می‌توانستند تا دوم شهریور ماه برای خرید اقدام کنند. به شانس کم عادی‌ها آخرین آمار نشان می‌دهد که در طرح فروش ایران خودرو حدود 2,185,000 نفر ثبت‌نام کردند. در حالی که ایران خودرو پیش از این اعلام کرده بود که تنها 115,000 خودرو قرار است در این طرح فروش عرضه شوند. نکته قابل توجه آن است که حتی همان 115,000 خودرو هم قرار نیست به متقاضیان عادی اختصاص یابد. در واقع عملاً 70% از خودروها نصیب متقاضیان طرح مادران و فرسوده ها می شود و شانس مشتریان عادی برای برنده شدن